دا باید خپل ذهن کې وساتي چې افغان ولس هیچا ته سر نه دی ټیټ کړی او دغسې بیا عکس العمل موږ ښیو چې انشاءالله دوی دپاره بیا به سبق وي او د نورو دپاره درس عبرت وي لکه څنګه چې روسانو سره دغه برطانیې سره چې دوی پلار دي. سرخط خبرها: هشدار نظامی افغانستان به پاکستان: به هر حمله پاکستان پاسخ قاطع خواهیم داد. پاسخ ما برای پاکستان درس برای دیگران خواهد شد. مذاکرات میان افغانستان و پاکستان متوقف شد. اقدامات نظامی شروع شد، دیپلماسی به جنگ کشانده شد. شوک امنیتی در مرز افغانستان: پاکستان نیمه شب موشک هایپرسونیک خود را در مرز افغانستان آزمایش کرد. تاجیکستان و پاکستان هشدار داد: با افغانستان درگیر نشوید، این سرزمین گورستان امپراتوری هاست. مشروع خبرها: هشدار نظامی افغانستان به پاکستان: به هر حمله پاکستان پاسخ قاطع خواهیم داد. پاسخ ما برای پاکستان درس و برای دیگران عبرت خواهد شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به هر حمله از سوی پاکستان پاسخ قاطع خواهد داد و این پاسخ چنان شدید خواهد بود که برای پاکستان درس و برای دیگران عبرت باشد. سخنگوی این وزارت گفته است که افغانستان تاکنون به هیچ نیروی سرخم نکرده است. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله، این اظهارات را دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی خصوصی آریانا نیوز مطرح کرده است. پیش از این وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود که اگر مذاکرات میان افغانستان و پاکستان به توافق نرسد، جنگ آشکار در خواهد گرفت. گزارش شده که گفتگوهای سال میان افغانستان و پاکستان در استانبول روز دوشنبه برای سومین روز پیاپی بدون دستیابی به توافق پایان یافت. اسلام آباد از کابل خواست تا اقدامات مشخص و قابل سنجش علیه تحریک طالبان پاکستان انجام دهد و طرف پاکستانی اعلام کرده مواضعش را در استانبول رسما ارائه کرده است. افغانستان بارها گفته حق دفاع تمامیت ارضی افغانستان را برای خود محفوظ می‌داند. اسلام آباد اصرار دارد که توقف حملات فرامرزی و ایجاد مکانیزم راستی آزمایی برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان پاکستان شرط بنیادین توافق پایدار مذاکرات میان افغانستان و پاکستان را متوقف شد. اقدامات نظامی شروع شد، دیپلماسی به جنگ کشانده شد. سیده چې اوس ناسه لري اسلحه خو دا باید خپل ذهن کې وساتي چې افغان ولس هیچا ته سر نه دی ټیټ کړی او دغسې بیا عکس العمل موږ ښیو چې انشاءالله دوی دپاره بیا به سبق وي او د نورو دپاره درس عبرت وي لکه څنګه چې روسانو سره دغه برطانیې سره چې دوی پلار دي هغوی سره یا هم د ناټو سره چې موږ در حالی که امیدها برای دستیابی به یک توافق دائمی میان کابل و اسلام آباد افزایش یافته بود، گفتگوهای دو طرف در استانبول به نتیجه متوقف شد. منابع آگاه میگن که هیئت پاکستانی پس از آن که با مخالفت هیئت کابل در برابر برخی های اسلام آباد روبرو شد، میز مذاکره را ترک کرده و گفتگوها بدون نتیجه پایان یافت و گفته این منابع گفتگوها به دلیل اختلاف بر سر چند بند نهایی و رفتار غیر دیپلماتیک هیئت پاکستانی ناتمام ماند. امارات اسلامی افغانستان بر تعهد خود مبنی بر جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان تاکید کرده، اما در مقابل از اسلام آباد خواسته که از نقض حریم هوایی افغانستان و پرواز پهپادهای آمریکایی جلوگیری کند. درخواستی که به گفته منبع پاکستان از پذیرش خودداری کرده. در مقابل هیئت پاکستانی نیز خواسته هایی را مطرح کرده که به نظر میرسد برای هر دو طرف پذیرفتنی نباشد. منابع میگوید اسلام آباد از امارات اسلامی خواسته تا TTP را به عنوان یک گروه هراس افغان به رسمیت شناخته و علیه آن اقدام کند. در واکنش به این خواست محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی افغانستان گفته بود پاکستان و دیگر کشورها از برچسب هراس افغان علیه مخالفان خود استفاده سیاسی می کنند. بیشتر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود که اگر مذاکرات استانبول به نتیجه پایان یابد، اسلام آباد با امارات اسلامی افغانستان وارد جنگ خواهد شد. در مقابل امارات اسلامی بارها بر حل مسائل از راه گفتگو تاکید کرده است. محمد نبی عمری معین اول وزارت داخلی افغانستان نیز گفته از بزرگ تا کوچک امارات اسلامی افغانستان این سیاستشان است که در کار کسی مداخله نمی کنند و در امور داخلی کشورها دخالت ندارند. این در حالی است که پس از نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان واکنش تلافی جویانه امارات اسلامی افغانستان
دو طرف با میانجیگری قطر و ترکیه به آتشبس فوری دست یافتند. سپس در تاریخ 25 میزان مذاکرات تکمیلی در استانبول برگزار شد که سرانجام پس از 4 روز گفتگو بدون دستیابی به نتیجه متوقف گردید. شوک امنیتی در مرز افغانستان. پاکستان نیمه شب موشک هایپرسونیک خود را در مرز افغانستان آزمایش کرد. در یک تحول غیرمنتظره بامداد سه‌شنبه 6 اقرب ارتش پاکستان در منطقه هرنایی ایالت بلوچستان یک آزمایش موشکی محرمانه انجام داد. منطقه‌ای که تنها چند کیلومتر با مرز افغانستان فاصله دارد. منابع موثق از جمله روزنامه معتبر آب ضرور پاکستان و چند رسانه دیگر این آزمایش را تایید کردند. به گفته منابع امنیتی، موشک مورد آزمایش از نوع زمین به زمین بوده و توانایی هدفگیری در فاصله چند صد کیلومتری را دارد. این رویداد در حالی رخ داده که تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان به اوج خود رسیده. تنها در هفته گذشته چندین مورد درگیری در امتداد خط دیورند گزارش شد و مقام‌های دو کشور یکدیگر را به نقض حاکمیت سرزمینی متهم کردند. کارشناسان نظامی باور دارند این آزمایش پیام سیاسی و نظامی برای کابل و حتی قدرت‌های منطقه‌ای است. برخی تحلیلگران میگن اسلام آباد تلاش دارد نشان دهد که در برابر فشارها آماده هر گونه واکنش نظامی است. در مقابل منابع نزدیک به دولت افغانستان هشدار دادند که چنین اقداماتی میتواند ثبات شکننده منطقه را با خطر جدی روبرو سازد و باعث افزایش پیامدهای بی‌اعتمادی بین دو همسایه گردد. در حال حاضر هیچ واکنش رسمی از سوی وزارت دفاع یا خارجه افغانستان منتشر نشده، اما انتظار می رود کابل به زودی موضع خود را اعلام کند. تاجیکستان و پاکستان هشدار داد به افغانستان درگیر نشوید، این سرزمین گورستان امپراتوری هاست. در ادامه تنش‌های فزاینده میان کابل و اسلام آباد، تاجیکستان با لحن بی‌سابقه به پاکستان هشدار داده است. سیم ویمین یتیمف، رئیس کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که به رئیس ارتش پاکستان توصیه کرده مسیر صلح با افغانستان را انتخاب کند، زیرا تاریخ ثابت کرده که افغانستان گورستان امپراتوری هاست و هیچ قدرتی از تقابل با مردم این کشور سرفراز بیرون نیامدند. این موضوعگیری تند تاجیکستان درست پس از شکست دور دوم مذاکرات امنیتی میان نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت پاکستانی در استانبول مطرح شد. مذاکراتی که با میانجیگری ترکیه و قطر برگزار شده بود بدون دستیابی به هیچ توافقی پایان یافت. منابع نزدیک به این نشست میگن فضای گفتگوها پر از تنش و بی‌اعتمادی بوده و هیئت پاکستانی حاضر نشده در مورد عملیات‌های مرزی و حملات اخیر پاسخ شفاف ارائه دهند. پیش از این وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف هشدار داده بود که در صورت شکست مذاکرات احتمال درگیری نظامی میان دو کشور وجود دارد، سخنی که اکنون با واکنش سخت و هشدارآمیز تاجیکستان روبرو شده است. ایران آماده همکاری برای رفع اختلافات میان پاکستان و افغانستان شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، دیروز سه‌شنبه در دیدار با سید محسن دقوی، وزیر امور داخلی پاکستان، بر آمادگی تهران برای همکاری و مساعدت در رفع اختلافات میان پاکستان و افغانستان تاکید کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که پزشکی در این دیدار که در حاشیه 4مین نشست وزیران داخلی سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو برگزار شد، روابط ایران و پاکستان را صمیمی و ممتاز توصیف کرد و گفت ما مردم پاکستان را برادران خود می‌دانیم و امید داریم با همکاری و گفتگو روند اجرای توافقات پیشین تسریع شده و نتایج مثبتی برای دو کشور به همراه داشته باشد. رئیس جمهور ایران همچنان افزود ما معتقدیم باید برای کاهش و تنش‌ها از درگیری‌ها تلاش کنیم. امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت است که کشورهای مسلمان با حفظ وحدت و برادری در برابر دشمنان مشترک ایستادگی کنند. پزشکیان همچنان اعلام کرد که ایران آماده همکاری و مساعدت در زمینه رفع اختلافات میان پاکستان و افغانستان است و بر اهمیت حفظ صلح و امنیت در منطقه تاکید دارد. از سوی دیگر وزیر داخلی پاکستان گفت 4مین سفر من به ایران در یک سال گذشته است و نشان دهنده سطح بالای روابط و همکاری‌های دو جانب میان اسلام آباد و تهران است. آقای نقوی همچنان به همکاری‌های مشترک دو کشور در زمینه مقابل با تروریسم و مدیریت مهاجران فاقد مدرک اشاره کرد و افزود که در حال حاضر گفتگوهای سازنده با افغانستان جریان دارد و ما خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفتگو هستیم. نباید اجازه داده شود تنش‌ها در منطقه افزایش یابد. وزیر داخلی پاکستان در استقبال اسلام آباد از نقش ایران در کاهش تنش‌ها و ویژه در روابط میان پاکستان و افغانستان تاکید کرد و خواستار تداوم همکاری‌های نزدیک دو کشور شد.
این بود خبرهای این ساعت. تا ساعت خبری دیگر خدا نگهدار.